اردن کشوری در خاورمیانه است که با سوریه، عراق، عربستان سعودی، اسرائیل و فلسطین مرز مشترک دارد. با وجود قرار گرفتن در یکی از خطرناکترین مناطق جهان، اردن کشوری آرام و نسبتاً باثبات باقی مانده است. اگر به نقشه نگاه کنیم، تقریباً همه همسایگان اردن یا درگیر جنگند یا دچار بی‌ثباتی شدید هستند. کشورهایی مثل سوریه، عراق، اسرائیل و فلسطین. اما اردن به نوعی از آتشی که این منطقه را فرا گرفته در امان مانده است. سوال اینجاست که چرا؟ در حالی که اردن در طول هزاران سال کشوری ضعیف بوده و بارها توسط امپراتوری‌های مختلف اشغال شده است، چون در مسیر شهرهای مقدسی مانند اورشلیم و الخلیل قرار داشت. بابلی‌ها، مسلمانان، صلیبی‌ها و امپراتوری عثمانی همگی از این مسیر عبور کردند. پاسخ آرامش امروز اردن در جغرافیا، تاریخ و سیاست‌های آن نهفته است. حدود 75% خاک اردن را بیابان تشکیل می‌دهد و این کشور از خشک‌ترین کشورهای منطقه است. میزان بارندگی سالانه کمتر از 245 میلیمتر است و تنها 12% زمین آن برای کشاورزی مناسب است. به همین دلیل حدود 70% غذای خود را وارد می‌کند. 90% جمعیت اردن در همین بخش کوچک قابل سکونت زندگی می‌کنند و باقی سرزمین تقریباً خالی است. از نظر منابع طبیعی نیز اردن خوششانس نیست. در حالی که خاورمیانه سرشار از نفت و گاز است، اردن تنها یک میدان گازی دارد که فقط یک نیروگاه را تأمین می‌کند و باقی انرژی از خارج وارد می‌شود. جالب اینجاست که همین ضعف اردن را تا حدی امن کرده است، چون جایی که منابع مهمی ندارد، قدرت‌های جهانی دلیلی برای درگیری مستقیم یا غیر مستقیم ندارند، برخلاف سوریه یا عراق. این منطقه برای حدود 400 سال در کنترل مسلمانان بود. اما در قرن 11 میلادی صلیبی‌ها به آن حمله کردند و منطقه را به تصرف خود درآوردند. در قرن 12 مسلمانان دوباره صلیبی‌ها را شکست دادند و کنترل منطقه را پس گرفتند. تا قرن 15 این سرزمین تحت حاکمیت مملوک‌های مصر قرار داشت و در قرن 16 به امپراتوری عثمانی واگذار شد. تا اوایل قرن 20 کل این منطقه در اختیار عثمانی‌ها باقی ماند. اما در دوران عثمانی توجه خاصی به این منطقه نشد، چون جز اینکه مسیر طبیعی رسیدن به اورشلیم بود، اهمیت اقتصادی نداشت. نه کشاورزی گسترده‌ای وجود داشت و نه دسترسی به دریای بزرگ. به همین دلیل عثمانی‌ها توسعه جدی در اینجا انجام ندادند و همین مسئله باعث نارضایتی شدید مردم محلی شد. در سالهای 1900، 1905 و 1910 تلاش‌هایی برای شورش علیه عثمانی صورت گرفت، اما همه به شدت سرکوب شد. این کینه در ذهن اردنی‌ها باقی ماند و در جنگ جهانی اول آنها در کنار امپراتوری بریتانیا علیه عثمانی‌ها ایستادند. پس از پایان جنگ، اردن به مستعمره بریتانیا تبدیل شد و تا سال 1946 تحت کنترل آنها باقی ماند. در همین سال، اردن استقلال یافت و با نام پادشاهی هاشمی اردن وارد نقشه جهان شد. پادشاه آن زمان ملک عبدالله حسین بود. اما پس از استقلال، اردن با چالش بزرگی روبرو شد. در کنار آن، دولت تازه تأسیس اسرائیل شکل گرفته بود و جهان عرب با آن دشمنی داشت. در سال 1948 اردن همراه با چند کشور عربی وارد جنگ با اسرائیل شد. در این جنگ اردن کرانه باختری
و بیت المقدس شرقی را در اختیار گرفت و تا سال 1967 این مناطق بخشی از اردن بودند. در جنگ 6 روزه 1967 اسرائیل با حمله ناگهانی کرانه باختری، جولان، سینا و غزه را تصرف کرد. در درگیری‌های بعدی نیز اردن خسارت‌های سنگینی دید. همزمان هزاران آواره فلسطینی وارد اردن شدند و این موضوع فشار شدیدی بر اقتصاد و سیاست کشور وارد کرد. تا سال 1999 اردن دچار بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی بود تا اینکه با روی کار آمدن ملک عبدالله دوم مسیر جدیدی آغاز شد. امنیت و رفاه مردم در اولویت قرار گرفت و به همین دلیل با وجود کمبود بارش امروز 99% مردم اردن به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند. شاخص توسعه انسانی اردن 0.74 است که از بسیاری از همسایگانش بالاتر است. اردن به دلیل تاریخ غنی آثار تاریخی فراوانی دارد و ملک عبدالله با تکیه بر همین میراث گردشگری را گسترش داد. شهر پترا در فهرست 7 شگفتی جهان است. خانه‌هایی که در دل کوه تراشیده شده‌اند واقعاً چشمگیرند. امروز میلیون‌ها گردشگر از اروپا، آمریکا و آسیا فقط برای گردشگری به اردن می‌آیند. اما سوریه و عراق هم آثار تاریخی دارند. پس چرا گردشگران به آنجا نمی‌روند؟ پاسخ روشن است: امنیت و قانون. برای گردشگری امنیت مهمترین عامل است. در منطقه‌ای پر از جنگ، ملک عبدالله برای تضمین امنیت با اسرائیل پیمان صلح امضا کرد. روابط دوستانه با اسرائیل باعث شد اردن متحد آمریکا و بریتانیا شود و کمک‌های مالی دریافت کند که صرف رفاه مردم شد. با این حال، صلح با اسرائیل شمشیر دولبه بود، چون جهان عرب مخالف اسرائیل است. با وجود این، کشورهای عربی علیه اردن اقدام نکردند، زیرا اردن بیشترین تعداد پناهجو را پذیرفته است. حدود 3 میلیون فلسطینی و سوری و هزاران عراقی و دیگر اقوام در اردن زندگی می‌کنند. میزبانی این پناهجویان باعث احترام جهانی به اردن شد. به همین دلیل، با وجود توافق صلح، کشورهای عربی قدردان اردن هستند. رفتار انسانی با پناهجویان ادامه دارد و همین عامل سبب شد در سال 2011 بهار عربی تأثیر محدودی بر اردن بگذارد. پادشاه با پذیرش مطالبات معترضان و بدون استفاده از زور اوضاع را مدیریت کرد. پس از حملات موشکی به اسرائیل، اردن بسیاری از این موشک‌ها را در حریم هوایی خود اینترسپت کرد. این اقدام در میان فلسطینی‌ها و ایران واکنش‌های منفی شدیدی ایجاد کرد و تصویر اردن به عنوان یک کشور نیوترال به شدت آسیب دید. فلسطینی‌ها و حامیان ایران در داخل اردن خشمگین هستند و گزارش‌هایی از احتمال پروتست و حتی شورش شنیده می‌شود. موضوعی که دولت اردن را نگران کرده است. در واقع نگرانی اصلی اردن نفوذ رو به گسترش ایران در سوریه است. ملک عبدالله ایران را یکی از عوامل اصلی جنگ داخلی سوریه می‌داند. جنگی که باعث شد میلیون‌ها سوری به اردن پناه بیاورند. علاوه بر این، مرز شمالی اردن بسیار بلنوربل شده، چون گروه‌های مسلح از این مسیر تلاش می‌کنند اسلحه اسموگل کنند. به همین دلیل اردن حاضر نیست نفوذ ایران یا نیروهای نیابتی‌اش را در اطراف خود تحمل کند، حتی اگر مجبور به حمایت از اسرائیل شود. حالا سوال این است که این وضعیت ژئوپلیتیک در حال تغییر چه آینده‌ای برای اردن رقم خواهد زد؟ آیا باثبات‌ترین کشور منطقه هم به سمت یک کانفلیکت جدید می‌رود؟ اگر از این روایت مستند خوشتان آمد، لایک کنید، نظر بدهید
و حتما سابسکرایب کنید.